آقا چی نمی‌کنیم اینجا شدید که داریم به اونجا این طبقه یک طبقه یک آدم دیر ناورده نه یک شاعر بزرگی پایانشان بگید نه اول یک پیش بره لیلا صراحت با دسته های گل در فرودگاه کابل استقبال و به خاطر آمدن چنین بانوی شعرآفرین خوشحالی و شادمانی کرد. اما امروز سوگوار متاسف است که جسد بیجان لیلا صراحت را در اینجا با چشمهای اشکبار استقبال لیلا صراحت ظاهرا مرده است، ظاهرا در میان ما نیست و اما شما مطمئن باشید که نام لیلا صراحت برای همیشه و به صورت جاودانی در تاریخ ادبیات افغانستان ثبت شد. من به آنکه زیر تأثیر احساسات خود قرار گرفته باشم با جرأت می توانم به شما بگویم که لیلا صراحت ستاره درخشانی بود در آسمان ادبیات افغانستان. لیلا صراحت در میان بانو شاعران افغانستان یگانه و پیشتازترین شاعر و گوینده بود. من به خاطر گرمای هوا نمیخوایم به شما زحمت بیشتر بتون، صحبت‌های بیشتر شاید باشه بر سر هدیره. دوستان دیگر آمادگی دارند که احساسات خود را نسبت به این بانوی بزرگوار
تبارز بدن، فقط اجالتن و خانواده بازماندگان و دوستانش و فرهنگیان افغانستان صمیمانه این حادثه المناک را تسلیت کنند. یک دعا در اینجا آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا والانثانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. حاجی صاحب نیافتیم تال موتر را خیر است او باز استاد میشه. خیلی تو زری جان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. شما دستان پایان کنه، دستان پایان کنه. برادرم یه چی از این فکر نکرده. از این بند نمیشه کرد دستش کلان.
من نمیتونم تأثیر خدا و اندوه خدا در خاموشی بزرگبانوی شعر معاصر افغانستان لیلا صراحت روشنی آنچنان که می باید بیان کنم. شاعری که با درد زیست و با درد مرد، اما جا دارد تا سطرهای از گریه های خود را در قدوم این بانوی فرزانه بیفشانم و می خواهم از زبان این بانوی شعر افغانستان بخوانم که من می میرم اما تو سیاره رویای مرا که هیچگاهی مدار تعبیری نداشته است به نسل‌های دیگر ما قصه خواهی کرد. خونین خواهند شد چشم‌های تاریخ و نسل‌های دیگر ما در سوگ جاودانه من خواهند گریست. می‌دانی از روزگارانی که قلب‌ها را مسخ کردند و افشاندند تیزاب بی‌اعتمادی بر چهره حقیقت آزادی و شکستن موجهای بنفش صدای من، آنک آنک به نسل‌های دیگر دریاها روانپندار و زبان استوار آرام و دریاکام قصه خواهی کرد. آنک آنک از پاهای پرآبله وفای من که می پیمایند جاده های یاد تو را به چه بادی قصه خواهی کرد. میدانی من آواره می میرم، من پا برهنه می میرم. لیلا لیلا و خو مجنونه د وطن و لیلا، سرشاره مینه د هیواد یوه له پلار نه په میراث ورپاتې د مینې دې یوازینۍ مینې د دې په زړه کې جوړه کړې ابدي مینه وه، په همدې مینه پایېدله، همدې وینه ورته ژوند باخه. لیلا لیلا و خو مجنونه د وطن و لیلا، شعور د شعر یې په سخت بحران کې وده وکړه، شعور د شعر یې په سخت بحران کې وده وکړه، د ادب ژړ ګل یې په سره طوفان کې وده وکړه. د دې دوره وه د جنګونو دوره، د افغانانو د مرګونو دوره، دا وه د پلار د شهادت شاهده، د ګران هیواد د شازلمو د میړنو لونو د قربانیو شهامت شاهده. استاد سفیر څخه ډېره مننه کوو. لیلای ما و لیلای افغانستان، لیلای تاریخ. من این شعر مصمومخانه را به شما میخوانم. نه با عشق نه با گریه نه با اضطراب از دست دادنت، نه با عشق نه با گریه نه با اضطراب از دست دادنت، نه با دعا نه با تردد میان دو جهنم و نه با سگان سیاه توانستم جلوی مرگت را بگیرم. کفن زرد تابوت چوبی سوگواران لبارب از حقیق تو خوابیده در اطلس سفید یک تابوت زرد چون تندیسه اطلاع و طهارت، من واژه مرجانی عشق را امیل گردنت می کنم. وای پرندگان را خبر کنید، به تاکستان های سوسه پروان خبر برید. لیلا پنجره های شعر را بر روی ما بسته است، لیلا آینه آبی پر از تصویر بود که شکسته است. خاموش است چراغ زندگیم سوخته و خاموش است. های مردم میان جان شما مادرم نیست مگر، های مردم میان جان شما مادرم نیست مگر. بابا جان ای پدرم تو نگفتی که بیا، بابا جان ای پدرم تو نگفتی که بیا. حال غمگینی چرا، های های ام نفسم اقبالم تو بگفتی که بیا و برگرد. گل پژمرده گلباغ تنت وطنت میخواهد به سینه جا بدهد دخت نازش که تویی مگر ای هم نفسم تو نگفتی که بیا.
ای تنم گریه مکن، ای تنم گریه مکن، های مادر تو بیا پیش بیا گریه مکن، تو بیا گریه مکن چیخ مزن، های مردم کم راه هم بدهید، های مردم کم راه هم بدهید. مادرم را خبر که مرا مام وطن میخواهد به سینه بفشارد، مادرم را خبر خوش بدهید، او که میخوان مرا نرم نرمک میگفت خواب میبینمت ای دختر نازم برگرد، خواب میبینمت ای دختر نازم برگرد. کنار صفه باغ دست بالا میکرد، همه دعا میکرد. زن همسایه که میپرسیدش او میگفتش چادرم گوشه دهد، چادرم گوشه دهد، کاش لیلا ز در آید چو بهار دوباره برگردد. مادرم باز همه گفت چادرم گوشه کده، دخترا سرمه کشید، دخترا سرمه کشید، آستین برزده و دایره ها بنوازید، کف دستان شما، کف دستان شما را من حنا میگذارم. بچه ها ساز عطن سر بدهید. ما چادرم گوشه نمود، مگر این لیلا نیست، مگر این لیلا نیست که می آید به وطن. همه در کوچه ما شعر آهسته برو می خوانند و امام محله سوره نور به لب می آرد. همه قرآن، همه قرآن، همه این نور که فضا می بارد. و صدای رد شد پر آزادی گفت بله ای هموطنان، بله ای همسفران، بله ای شاعره ها، بله ای سروران شعر و ادب. چشمهاتان روشن دوباره برگشتم، چشمهاتان روشن دوباره برگشتم. مگر افسوس تنم سرد از سر، مگر افسوس تنم سرد از سر و لبم گنگ یا که می شرمم میان جمع شما ز خوشی حرف نمی توانم گفت. بله ای هموطنم دخت افغان منوز، بله من برگشتم قوم با غیرت من، بله من برگشتم قوم با غیرت من. این همه ناز چرا گل لبخند مرا میبینی؟ بی تو پژمرده شد و پرپر شد، بی تو پژمرده شد و پرپر شد. یاد تو کردم و حسرت بردم تا که در حسرت دیدار شما، تا که در حسرت دیدار شما جان دادم. صرف یک شاخه از زندگی ناشادم. مرا به دهکده عشق خدا بسپارید، مرا به دهکده عشق خدا بسپارید تا که این اشک شما دوباره سبز کند نام همین لیلا را که 4 فصل شعر امروزی با سرآغاز همین نام همه سبز شود و من ز فصل جدایی دوباره برگردم، و من ز فصل جدایی دوباره برگردم. تشکر میکنیم از خواهر عزیز ما، شاعر و نویسنده گرامی لطیف پدرام هم گفتنی دارند. الرحمن الرحیم. من مرسی از شامرو شاعر بزرگ زبان فارسی ها بخوانم که در سومین فروغ فرخزاد فروده شده بود و بدون شک به لحاظ و به تعبیری لیلا فروغ فرخزاد شعر معاصر فارسی افغانستان. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم در آستانه دریا و علف و به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است، پس به هیئت گنجی در آمدی با استوا زنگی که بد انسان تملک خاک را و گیاهان را دلپذیر کرده است. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد. متبرک باد نام تو، ما همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را و هنوز. لیلا با مرگ خودش ما را غافلگیر کرد. شعر معاصر فارسی هم غافلگیر و 2 سال پسیر زندگی لیلا تاریخ مبارزاتی او فالجوشترین نوع بیماری سرطان مغز. لیلا از میان ما رفته است، ولی آنچه برای ما باقی مانده از لیلا غزلهای زیبا و عظیم لیلا هست که به تعبیر دوستان خانه به خانه می‌گردد.
لیلا در شعر معاصر فارسی افغانستان به طور کلی در شعر معاصر فارسی بدون تردید چهره تابناک و درخشان و یگانه بود. قدرت عظیم شاعری لیلا غزل سرایی او بود، هرچند در مایه های جدید نیمایی و روش های جدید شعر فارسی کارها و تجربه های زیبایی داشت که من در سفر آخرین به هلند در شب شعر کوچکی در منزل خود لیلا این شعرها را با هم خواندیم و بحث کردیم. غزل فارسی در افغانستان بدون تردید تا شروع کار شاعری لیلا بیشتر بر روال کلاسیک و بر روال قدیم شعر فارسی. لیلا در جمع خودش، در جمع همگنان خودش، در میان شاعران نسل خودش با تجربه های تازه‌ای در زمینه شعر فارسی قدم برداشت و غزل فارسی را در شعر معاصر افغانستان چند گام به جلو برد. رگه‌هایی از تأثیر غزلسرای بزرگ زبان فارسی سیمین بهبهانی با تجربه های نو و جدیدی که در اشکال کلاسیکی که شعر فارسی انجام داد و طرح‌های جدیدی که در وضع افغان اثرگذار بود بر کار نیما، بر کار لیلا، ولی به هیچ وجه این اثر چنان نبود که بشود گفت لیلا به تقلید سیمین بهبهانی کار شاعرانه خود را در غزل سرایی ادامه میداد. غزلهای لیلا رد پای مشخص لیلا را دارد، احساس و ظرفیت‌ها و توانهای شاعرانه او را. شگفت‌انگیز برای من این است که با وجود بحث ادبیات زنانه و شعر زنان و شاعران زن کمتر موردی وجود دارد که دیده شود در غزل لیلا تنها به تجربه های زنانه و احساس های زنانه در شعر اکتفا شده باشد. آفاق شعر لیلا تجربه های بزرگی بشری بود، تجربه ها و رنج های ملتی که تا آخر در عشق با این ملت زیست و برای این ملت بود. از دیر باز لیلا را می شناختم. دوران سیاه طالبان یک هفته تمام در خانه لیلا مخفی بودم و این فرصتی غنیمتی بود برای من که با شگرده های کار لیلا، شکیبایی، روح بلند پرواز لیلا بیشتر آشنا شد. در زمان مهاجرت در اروپا هم پیوسته با هم گفتگو داشتیم با تماس تلفنی یا نشست‌های دائم، ولی پیوسته این بیماری علاج ناپذیری که لیلا شکنجه میشد و وسیلش باعث ناراحتی من و همه دوستان ما بود. تا آنجا که لیلا را میشناسم جز در آوان جوانی کمتر لحظات وجود داشته که آفاق خوشبختی لااقل از روزنه کوچکی به سوی لیلا درخشیده باشد. اگر قرار باشد فرض بکنیم و بپذیریم که خوشبختی وجود دارد. مرگ پدر ضربه بزرگ بر روح لیلا بود، بعد مرگ مادر و مرگ انجلا. در تلاین فریاد در شعر سکوت را بشکن لیلا آخرین دردهای خود را بیان می کند، موقعی که درباره انجلا می نویسد. لیلا از آشیانه گزیدن بر درختهای غریبی و غربت بیزار بود، ولی با دریغ گرفتار همان غربت و غریبی شد که نمیخواست و بناچار و به تقدیر در دامیان افتاد. اگر نگویم خواهران تقدیر به زبان اسطوره های کلاسیک، تقدیر خواهران چنین بود که در دیار غریب و غربت دور از سرزمین خیش ما را و وطن خود را و سرزمین خود را جدا بکنید. به هر حال مرگ علاج ناپذیر است و سخن شاملو چیزی کثیفی است بر روی هم رفته، ولی نمیتوان از چنگال آن فرار کرد. کاری نمیتوانیم انجام بدهیم جز اینکه یاد لیلا را گرامی بداریم و شعرهای او را، دفترهای او را، غزلهای او را نقد کنیم، تفسیر کنیم، بنویسیم، چاپ کنیم و در اختیار علاقمندان شعر لیلا و در اختیار مجموعه زبان و ادبیات فارسی قرار بدهیم. لیلا برو، پرواز کن، بیارم، بخست، دریا نیز میمیرد. سپاسگزاری میکنیم از شاعر ارجمند آقای
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی و فرهنگیان گرانقدر، به نمایندگی از فامیل لیلا صراحت روشنی و سرشار روشنی از اظهار همدردی همه شما سپاسگزاری فراوان می‌کنم. لیلا صراحت روشنی نه تنها عضو فامیل سرشار روشنی بود، بلکه متعلق به جامعه فرهنگی و مردم افغانستان بود. لیلا وارث شخصیت چندبودی پدر بزرگوارم بود. لیلا شاعر آزاده و آزادمنش افغانستان است. او لحظه ای از درد وطن و مردم دور نبود. از طلوع سبز تا ترام فریاد، از حدیث شب تا از سنگ ها و آینه ها و روی تقویم تمام سال درد مردم را فریاد کرد. یک بار دیگر از همه فرهنگیان و دوستانی که قدم رنج فرمودند و اظهار همدردی کردند جهان سپاس. از وزارت اطلاعات و کلتور و اطلاعات و فرهنگ، انجمن قلم، کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی و تمام فرهنگیانی که بسیار در این لحظات بسیار حساس و ما را تنها نگذاشتند، تمام دانشگاه ها و فرهنگ دوستانی که در این لحظات ما را تنها نگذاشتند، جهان امتنان و اخلاص. روح لیلا شاد و جایش جنت برینگاه از همه شما. خیلی کم اینجا